ببین عزیزم، اصلا مسئله حجاب نیست. مشکل اصلی اینه که حدود 70% جامعه زیر خط فقرن. مشکل اینه. نه بابا، شما میخواین لخ شین. نه اعتراضمون به اینه که توی 180 تا کشور از نظر فساد سیستماتیک رتبه 150 رو داریم. الان لخ بشین درست میشه؟ نه اصلا مسئله لخ شدن کلا نیست، مسئله فرار مغزاست. ما رتبه دوم تو جهان داریم تو فرار مغزا. خب چه ربطی به لخ شدن داره؟ نه الان کلا راجع به لخ شدن صحبت نمی کنیم، داریم راجع به آلودگی محیط زیست، بحران آب، آلودگی هوا، اینجور چیزا حرف میزنیم. چرا میخوای لخ شین؟ ببین ما نمیخوایم لخ شیم، اینو کلا بذار کنار این لعنتی رو. مثلا میخوام ماشین مطمئن سوار شیم که سالی 27,000 نفر حدوداً توی تصادفا و اینا نمیرن. لخ بشن تو تصادفا نمیمیرن. کتابتو بخون، شما راحت باش. قربانت. چیه رفتی لخ بشی؟